ما امروز میخوایم بریم به دره پنجشیر و از آخر دره پنجشیر هم بیایم از کوچه غلام سرور برگردیم پایین. من خودم 4 سال پیش که اومدم اینجا زاهدان اومدم، فکر میکردم دره پنجشیر واقعا یه جایی شبیه دره است که مامورای نیرو انتظامی هم حتی میترسن که برن اونجا و مال بلوچاست. ولی بعداً فهمیدم که بعضی وقتا بلوچا هم حتی از اونجا میترسن، میگن که این محله مال مردم سیستان هستش که اینجا بودن. قدیما از وقت درگیری که بوده این محله هم یکی از جاهایی بوده که درگیری زیاد بوده توش. ما الان از بعدن که رفتم اونجا به واسطه کارم توی این محله رفتم، دیدم با اون چیزی که توی ذهن من اصلا بود کلا فرق میکنه. اصلا این محله دره نیست، این محله یک شیب روی بالا داره به سمت روی کوه میره و هیچ شباهتی به اون چیزی که ما میگفتیم نداره. امروز میخوایم که از دقیقا بریم داخل دره پنجشیر و از انتهای دره پنجشیر هم دور بزنیم و از کوچه غلام سرور بیایم پایین و برگردیم و کلن بازدیدمون تموم میشه. روی نقشه هم بهتون توضیحاتش الان میدم که دقیقاً کجا میخوایم بریم و چه مسیری رو میخوایم طی کنیم. خب این آدرس، این نقشه زاهدان هستش، دقیقاً بلوار میرحسینی رو شما الان میبینید. اینجا میدون کشاورز هستش یا به قول مردم اینجا میگن فلکه کارگر. بیایم پایین، دقیقاً این قسمت شروع دره پنجشیر هست. ما از اینجا میخوایم بریم داخل و دره پنجشیر اول بگم دقیقاً کجاست. این مسیری که دارم الان مشخص میکنم دقیقاً مسیر دره پنجشیر هستش که میره بالا همینطوری برای خودش. خب این مسیر دره پنجشیر هستش، ولی ما الان میخوایم که کلن از مسیر دیگه ای بریم. ما الان میخوایم بیایم تا اینجا تو دره پنجشیر تو دره پنجشیر. از اینجا میپیچیم به سمت چپ تا از کوچه غلام سرور بتونیم برگردیم پایین. این مسیر اینجا که الان هستیم، اینجا کوچه غلام سروره و اینجا هم اگه خدا بخواد انتهای کارمون هستش و کلن از دره پنجشیر و کوچه غلام سرور اومدیم بیرون. امیدوارم سالم برگردیم بیرون. خب میریم که وارد کجا بشیم؟ همونطوری که گفتم میریم دره پنجشیر. از اینجا وارد میشیم دیگه. امیدوارم سالم برگردیم. این محله معروف به دره پنجشیر. همونطوری که گفتم من اوایل فکر میکردم که اینجا بلوچا هستن، یک دره ایه. آخر من نیرو انتظامی هم میترسه که بره اینجا، ولی بعد که اومدم فهمیدم که اینجا اصلا بلوچ نیستن، یا اینکه اگه باشن هم خیلی کمن. این منطقه مردمش زابلی هن. توی درگیری هایی که یک زمان اینجا بوده بین اهل سنت و شیعه، اینجا هم یکی جایی بوده که درگیری خیلی زیاد بوده.
این قسمتی که روبرو می‌بینیم تا بالا دره پنجشیر هستش. حالا ما اون بالاها که نمیتونیم بریم چون واقعا اونجاها رو دیگه میترسم. البته قبلا رفتم با ماشین دیگه ولی الان نمیخوام برم اون بالا. از اینجا میپیچیم سمت چپ میریم وارد خیابون، میخوایم بریم تو کوچه غلام سرور. غلام سرور رو باید حالا تحقیق کنم ببینم که کی بوده، ولی حدس میزنم که یکی از به قول معروف گندلاتای اون زمان بوده که اینجا زندگی میکرده و بعدم شاید مثلا حالا چیزی براش پیش اومده که شده مثلا از مسجدی زده برای خودش و نمیدونم توی راه امام حسین اومده باشه احتمالا. حالا اینا تحقیق میکنم ببینم چی بوده درستش و میگم بعدا. از اینجا به بعد دقیقا کوچه غلام سروره. ماشاءالله چقدر خرابه. خوشبختانه خوب بود که کسی ما رو ندید که داریم فیلم میگیریم، چون اگه میدیدن احتمالا جلومونه میگرفتن و دوربینم از ما میگرفتن. فکر کنم باید آخراش باشیم دیگه. منطقه معروف به همون کوچه غلام سرور که الان شهرستانی ها رو اگه بگیم به این کوچه ها معمولا میترسن که بیان یا این که سعی میکنن که اصلا نیان اینجا. از لرزش تصویری هم که هست واقعا عذرخواهی میکنم، ولی خب به خاطر خیابوناست، خیابوناش وحشتناکه. خب اینم آخر خیابون، آخر کوچه غلام سرور. دیگه اومدیم بیرون و توی یه راسته خیابون معمولی دیگه الان اومدیم رسیدیم.